بر اهل دیاری که نابودشان کردیم حرام است و آنها باز نمی‌گردند مگر آنکه راه بر یأجوج و مأجوج باز شود و آنها از هر ارتفاعی سرازیر گردند. چون وعده حق نزدیک گردد در آن هنگام چشمان منکران حقیقت مات و مبهوت خواهد ماند، در حالی که میگویند ای وای بر ما که در غفلت به سر میبردیم و ظالمانه زندگی میکردیم. روز قیامت آنها را چنان وامی گذاریم تا چون موج در هم بلولند و چون در سور دمیده شود همه را گرد خواهیم آورد. آنگاه جهنم را آشکارا بر کافران عرضه خواهیم کرد، همانهایی که بر چشمهایشان پرده بود و درک حقایق نمی کردند و از یاد من غافل بودند، همانهایی که توانایی شنیدن هیچ حقیقتی را نداشتند.